استاد همین میفهموندید که همین نماز تراویح یا که قیام اللیل و تهجد چی فرقی دارن؟ قیام اللیل معناش ترجمه لغوی کنیم اگر شب از خواب خیستن. این لغوه اگر از روی لغت گیریم هر کسی که از خوابش میخیزد برای مثلا نماز یا برای قضای حاجت یا برای دارو خوردن یا بیمار شده میخیزد، همین قیام اللیل میشه. این ترجمه لغویش. لیکن اگر از نگاه شریعت گیریم قیام اللیل آن آدمی که شبها بعد اینکه یک مرتبه خواب میرود خسته شب را با عبادت خاصتا به نماز و قرائت قرآن میگذارد، همین قیام اللیل میکنه. کان یقوم اللیل، او شبها میخست به معنای به نماز. تهجد از کلمه وجود گرفته شده. وجود یعنی آدم یک مرتبه خواب میکند و بعد میخیزد. این از کلمه وجود یعنی خواب کرده خستن. اما تراویح از کلمه راحت گفتیم که بین هر یک 4 رکعت از سبب طولانی میخونده اشان صحابه کرام کمتر استراحت میکردن، برای این تراویح نامیده شد. و الا همش نماز شب است. فقط تهجد غالبا به آخر شب پرتافته میشد، یعنی یک مرتبه خواب کرده خیزد انسان، این مرتبهش بلندتر است و برای همه این نماز مشکل است. اما تراویح نسبتی تهجد آسانتر است. و نماز خفتن میبیاد یک بار خوانده میرود، چون که حالی بیدار است امکانیتی خودش داشتنش هست. لیکن وقتی که خوابش میبرد خستن این کاری هر کی نیست. بنابراین الله تعالی که تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تخت پشتاشون از جایگاه ها برداشته میشد گفت. و الا همین تخت پشت برداشتن قین است، دشوار است؟ نه دشوار نیست. لیکن به وقتی که آدم خواب کرد از همون شتنگه های وزنین برداشتن همین تنی خودش برداشتن دشوار میشه. خواب شیرینی میکند، خواب وزنینی میکند. بنابراین الله تعالی تعریف کرد. اونا گفت تخت پشتاشون، پهلوهاشون از جایگاه های گرم برداشته میشد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. از الله تعالی امید میکنن، از عذابش میترسن و از اون مالی که الله برایشان داد نفقه میکنن. الله تعالی تعریف دارد. بنابراین یک مرتبه خواب کرده بعد خستن ثوابش عظیمتر است. اما تراویح هم اگر کسی خواند همون وعده ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادن به او مناسب میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن کسی شبهای رمضان نماز خواند گناهایش بخشیده میشه، یعنی نماز تراویح هم خواند همون گناه ها بخشیده میشه.